گر راه روی نظر بره باید داشت خود رازی کناری چه نگه باید داشت بر خانه دوست خود چو محرم گشتی دست و دل دیده را نگه باید داشت دست و دل دیده را نگه باید داشت فلک ما را نه چشم و نه جوانی نه شادی دیده و نه شادمانی بیرو در کوچه پیران گذر کن رسد نوبت به ما خود روانیم میکنم شکرانه امروز و فردای وطن دوست میدارم به جان و دل سر و پای وطن تاجیکستان گویم و جانم حضوریستان شود هیچ چشمی من سری ندارد از تماشای وطن چشمی من سری ندارد از تماشای وطن ای دوست فراموشم مکنی آدم کن خاکستری کوچه شدم بادم کنه گر بد باشم لعنتی دنیا بر سرم گر نگ باشم یگان یگان آدم کنه گر نگ باشم یگان یگان آدم کنه ایره که برابر پای میبینم این یاره که رفت گیره که میبینم میبینم نمیبینم در میگیرم سنگای خنک مادر جگر میگیرم سنگای خنک مادر جگر میگیرم درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند برنامه گنجور است و ما حالا در حلقه پیرمردانی بسیار هم برنادلی ناحیه رشت قرار داریم و خواستیم یک برنامه خاص و زیبا و دیدنی را امروز پیشنهاد شما گردانیم یک عنعنه خاصی مردمی را احیا کنیم که این هم سر یک پیاله چای سرجم شدن پیرمردان است نشستن و قصه خوانی کردن است نشستن و سرودخوانی کردن است و نشستن و صحبت کردن است واقعا هم از دیدار شما خیلی شاد شدم خیلی از آوازهای مرغوله‌دار شما لذت بردم و بیننده عزیز را نیز به یک برنامه زیبا دعوت میکنیم به این برنامه بپیوندید حتما که لذت خواهید برد وادی رشت یک فلکخانه مخصوص خاص خود را دارد من میخواستم یک کمی درباره همین فلک وادی رشت برای ما قصه کنید که چه نوعی فلک است و چه خصوصیت‌های خاصی خود را دارد فلک‌خانه‌ها در وادی رشت بسیار بودند مثال ما خیلی جوان بودیم استادای زنده یاد مثال اکا شریف جورایف ابلا نظری
من سیمدین برهان مثال اکای اوراد بدن دولت خوجا و سنت الله این طرف تاجک آباد و استاد زنداد ابراهیم کابلی همه می فلک میخوند. فلک های چند خیلی میشه اینه فلک راغی میگن، فلک دشتی میگن، فلک اومد همه واژه فلک هم یک راز گفتن های. بزم‌ها چگونه میشد؟ گفته در بزم‌ها همین گونه سرودها میخوندن. وقتی که این گونه سرودهای مثلا آرام و تربیوی در بزم‌ها خونده میشود، حتما که از بزم‌های امروزه ما تفاوت دارد. معرکات تو دا همین گونه سرودها میخوندن. هم خیلی سرودها. در اون وقتا این گونه بلندگویک و این گونه دستگاه‌های تکنیکی نبود. نه. بعد برای شنیدن گیتار نبود، تنبور نبود، اکاردیون نبود. همه آواز قطعی. بدون موسیقی، بدون ساز موسیقی. بدون ساز موسیقی بزم‌ها رو برپا میکردن. شاهنامه خوانی میشد؟ نشد. چگونه بود؟ کیها شاهنامه میخوندن؟ میگم اوراد میخوند، سیمدی میخوند. داستان‌های شاهنامه رو همین گونه با آهنگ میخوندن. با آهنگ. خیلی اسباب داشتن اینا. دولت جورابیک. شما در همین گونه محفل‌ها اشتراک میکردید؟ چند سال داشتید اون وقت؟ 12-13 ساله بودی. عجیب بود. راه میدادن تا بزم‌ها؟ یک میرفتید دهنی در مینشستید؟ دهنی در میشن تماشا میکردیم. خردسالان زیاد میرفتن همین گونه محفل؟ 20. همین خودی شما آوازخوانی رو از کجا شروع کردید؟ همین خدم. عقب مال. بعدم مال بودیم. 26 سال دنگه رفتم اومدم. عقب مال. عقب مال اساسا یاد گرفتم. چی میخوندید؟ این همین حافظ و کتابشون رو همراه خود داشتید؟ یا که غزل‌هایشون رو از یاد میدونستید؟ همون غزل‌هاشون رو یاد کردم. میشه در که برای ما خونید؟ زندگی در جمعی سامان رفت، صبح در خوابی پریشان رفته های، صبح در خوابی پریشان رفته های. دانه ای اشک نعشان دیم ما، دانه ای اشک نعشان دیم ما. عمر چون سیلی بهاران رفته های، عمر چون سیلی بهاران رفته های. نوری جان در ظلمت آباد بود، چون چراغی زیری دامان رفته های، چون چراغی زیری دامان رفته های. biz با امید در وحشت سرا از پی آهو نگاهان رفته های، از پی آهو نگاهان رفته های. از بیابان رفت آن مجنونی ما، از بیابان رفت آن مجنونی ما. شوخی از چشمی غزالان رفته های، شوخی از چشمی غزالان رفته های. دیده حسرت نمالی بیم ما، دیده حسرت نمالی بیم ما. عمر در غفلت به پایان رفت، عمر در غفلت به پایان رفته های. شیشه ها از می روشن شدی، نوری چشمی می پرستان رفت، نوری چشمی می پرستان رفت های. ناله عاشق نمی آید به گوش، ناله عاشق نمی آید به گوش. از چمن مرغی خورشید هم رفت، از چمن مرغی خورشید هم رفت های. دیده حسرت نمالید ما، دیده حسرت نمالید ما.
عمر در غفلت به پایان راه عمر در غفلت به پایان راه عمر در غفلت به پایان راه سرسری پشتم میرم کوگورا کشتم میرم سرسری پشتم میرم کوگورا کشتم میرم از خونی کدی هیلال نام نوشتم میرم از خونی کدی هیلال نام نوشتم میرم جانانه نغزی من بادامی تو مغزی من جانانه نغزی من بادامی تو مغزی من بادام تو مغز دارد کجوره های نغزی من بادام تو مغز دارد کجوره های نغزی من سرسری پشتم میرم کوگورا کشتم میرم سرسری پشتم میرم کوگورا کشتم میرم از خونی کبگی هلال نام نوشتم میرم از خونی کبگی هلال نام نوشتم میرم به 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 آفرین آفرین این خواهی نخواهی طبیعت همین خیله ما را مینا در سن سالی 73 رفتیم وقتی که گذشتگان میرفتن به اون مصفی دیدن بابای رجا میگفتن بابای شیخ اکه همدان این همی تیرامو کنش میشید وقتی غله جمع آوری این هم میوه جمع آوری و یا وحین یگان ترکتر نبود یگان اسبابی نبود که غله را جمع میگیر کنم فقط با دست میدرویدن من خودم یاد دارم که یک 8 گکتار زمینه با واسطه همین حشر همین مردم شل درویدن پشتی جرکا میگه این پگه سر کردم بوی رجا و بابام بوی عصا و اکه هندم همینو حافظی میکردن در قضیق حافظی هوایو همین مردم 8 گکتار زمینه بگیر درویدن با دوست نه اینکه با یگان چیز دیگه حوض شکرانه کنیم که هیچی همه چیز نولای تیاره دهنمو شما چند سال داشتید اون وقتا 12-13 ساله همین خیل بدم ده میرفتید صحرا میرفتم خیلیش حافظی میکردم خیلی بوم حافظ بود خیلیش رو سر یواز میگیرستم چی میخوندید؟ این فلکی و یادتون هست از همون غزل هایی که میخوندن از همون فلک هایی که اونها میخوندن هستن میخونید؟ مرحمت مرا گذارم خدا تو را مهمانم کردی همه جهان خود میزبانم زرتازی خواه که تاجیکستان دادی یا قطره آب چشمه رشتانم یا قطره آب چشمه رشتانم عاشقی گلچهره خندان شدم از نگاهی گرمی و مستان شدم تا به جان موجود از جانان شدم عشق رای شایسته عصیان شدم در هوای عشق سرگردان شدم و در غوبه سر و سامان شدم گفتم عشق گهوری قیمت بها
نزد جانی صد چمن بادت فدا گفتمش ای گوری قیمت بها نزد جانی صد چمن بادت فدا ای زکات حسن خود دلربا با منی سرگشته زار ادا خیر کن یک بوسه از بحر خدا چون شنیدم این سخن نالان شدم. وقتی میگه که همی یک بوسه طلب کنم ای بحر خدا گفته همین مردم در قضی قیامی میرفتن. های ما بینیم شو گفته کوچی میگم با گفته همین خیلی همون درا دوام میدادن و غله را جمع آوری میکردن. عجب روزگاری بود. به حد با همون حین شیرین بدوای. درست. مثال هم یا چای میکردن سماور میبردن اوقات هم سری کار میکردن بیتا میکردن. شب درو بود؟ شب درو دکو خودم رفتم درایدم. شب مهتاب مهتاب شبکی من پسی خانه تو مهتاب شبکی من پسی خانه تو در گوشم رسید آوازی دستمانه تو در گوشم رسید آوازی دستمانه تو مرغان هوا در طلب دانه تو مرغان هوا در طلب دانه تو من در هوسی کناری مستانه تو من در هوسی کناری مستانه تو اینای تری میگفتم با شوای مهتاب و مدرایده بهترین سلامت باشید. آفرین. تشکر زیاد. بابای سفرعلی این ساز شما است نه؟ های مو بیرین برام. شما آوازخوانی رو از کجا شروع کردید؟ پیش سال بابین تنبور می‌نواختن حافظی می‌کردن. در همه خونه یک دیتور بود. مایدهک بود. اولی 6 ساله بود 7 ساله بود. از مکتب نمی‌رفتم اولی. یک دیتورم جا بود. بیژیلکا بود. که اون دورم همین شاب که داشتیم همه دیتورا گرفتم و همجا کم ماش میکنم همین خدموز دا ماش میکنم خدمت های قای یاد میگیرم. بعد وقتی که مکتب میرم در مکتب بعد با معلم سرود بود بعد قای یاد میتر رباب یاد میگیرم. رباب هم رباب بعد از 5 6 هم حافظی میکردم. کدامی از آوازخوان‌ها رو شما بیشتر گوش میدادید؟ بیشتر من هم دوره یاشیمو محکم زبیدلو سروداشو میخوندم. شادروان تاجدی مهدی میخوندم. اون سرودهای بابایتان در یادتان هست؟ نه سرود بابام در یادم نیستم. هیچ کس برای شما هم نگفت؟ حافظی به خودم شنیدگی نیستم. هم شنیدم که حافظی میکرد. یعنی یکی نشنیدم. همچون میراث با شما گذشت این کسب؟ انا همین وقت همین کسب همین دنبرامون استاد. همون دوتار گفتید از بابایتان. همون دوتاری که در خردسالی با اون مشق میکردید حالا هم هست؟ وای در خونه نیست کی. هوی که من مشق کردم اول نیست. شکستم. اینا بعد اخرون بخریدم. اینا همین اخیران خریدگیتان همین؟ استغلام. آها. ساسای استغلام. نه سید اسلام استغلام. خب چیزی برای ما اجرا کنید. از نظرم یادت کنم یا نکنم این دلی غم زده رو شادش کنم یا نکنم این دلی غم زده رو شادش کنم یا نکنم این دلی غم زده رو غم زدگان میدانند این دلی غم زده رو
کنم یا نکنم این رفیقی کنه رو یادش کنم یا نکنم کسی که ای وطن کندش شود او یفتد به غریبی و به کس بندش شود او چرخ و فلک گردد و ید به وطن او چرخ و فلک گردد و ید به وطن سال از این ازیده شود این مرده سال از این ازیده شود در خیربانی گل درگیریم حیفی مینکو یم چنگ خاکی سرگیریم در بیابان نکرد دم هیچ کس یادم نکرد در بیابان نکرد دم هیچ کس یادم نکرد در قفس افتادیم صید آزادم نکرد در قفس افتادیم صید آزادم نکرد در قفس افتادیم صید آزادم نکرد سرگلی زرینی سراندازی تو صدقه دولت شکر اندازی تو صدقه شوم از قد و از نازی تو خوردیدی من صبر و قرار سنم خوردیدی من صبر و قرار سنم گر تو بیایی ببرم عینی گار گر تو بیایی ببرم عینی گار گریه کنم در قدمت زار زار جانکم و شیقم و دین فکر بردیدی من صبر و قرار سنم جانکم و شیقم و دین فکر بردیدی من صبر و قرار سنم زرینی سراندازی تو گیردی ندولت شکر اندازی تو صدقه شوم از قد و از نازی تو بردیدی من صبر و قرار سنم خیران آرد رفتاری تو هر کی بالم نشود یاری تو هر کی بالم نشود یاری تو نیچمن یار وفاداری تو بردیدی من صبر و قراری سنم نیچمن یار وفاداری تو بردیدی من صبر و قراری سنم شودنی زری سراندازی تو گیردی لبانت شکر اندازی تو صدقه شوم از خد و از نازی تو بردیدی من صبر و قراری سنم صدقه شوم از خد و از نازی تو بردیدی من صبر و قراری سنم بردیدی من صبر و قراری سنم بردیدی من صبر و قراری
تشکر زیاد، سلامت باشید، بهترین بود. شما یک خاطره خیلی جالب دارید با استاد بازار صابر. خیلی بهترین شاعر بودن آقای. چگونه واخوری شما صورت گرفت؟ یه ورزاب در رفتیم اونجا نصیب کرد دیدار اونا را دیدیم. بعد اشولا کردیم. استاد زنده‌یاد مهمان بختی بودن. خیلی اکثریت بدن هم شاعرها. استاد بازار صابر در حلقه استاد. و خیلی جیغ زدن. گفتن بیا اشولا بخونم بیا کردیم تا. خوندیم. استاد گفتن که همین چی نام داره حافظ بودن؟ سیراج الدین. گفت همین معنای نام تا میدونی؟ گفتم چراغ میگن. آفرین گفت. و یک کتاب شگریف سایه دست نوشت. سیراج یعنی چراغ 100 مجلس باش، به هر کجا روی در میان مخلص باش. همین یادآوری مونده استاد. کتاب همراهتون هست؟ کتاب هست، اولم هست. یکی چیزای قدیمه همون خاطره هست. یک تا مینالت دیلم چنان که مینالت روباب. میخونه؟ همین قدیمه ها اسباب خطی. ده. خب. اینا مرحمت. این همه استادا که خوندن ما را همین چیزا را کم کم در خاطره موند. خطی شوها میزراب. انا اینه که فرهاد خطی دکسته. گشتم مانندی تنیز ای او گل سمن ای گلی سمن باغنده یا گل سمن ای گلی سمن باغنده سچر زنم گردی سری یارنده سچر زنم گردی سری یارنده بیا پیرم از این ولایت من تو دستی من بگیر من دامنی تو جای بیرویم هر دو بیمار شویم تو از غمی به کسی اومد از غمی تو از غمی به کسی اومد از غمی تو یا گل سمنی گلی سمن باغنده یا گل سمنی گلی سمن باغنده سچر زنم گردی سری یارنده سچر زنم گردی سری یارنده من خواب بودم تگی کناری پرگل بیدار شدم چینا ندارد بلبل گفتم بیروم بلبلی گویا شکر
گیرم بلبل کی پرید خودک من تنها دیدم بلبل کی پرید خودک من تنها دیدم یا گل سمن گلی سمن باغنده یا گل سمن گلی سمن باغنده صد چرخ زنم گردی سری آرندم صد چرخ زنم گردی سری آرندم ای بیارم سیری تگا پایتر سیر کنم در وطنم جلوه کن چیدنی گل ها رویم بروی هر خار خز دیدنی یاران هوسی گلی بادامه دیدنی یاران هوسی گلی بادامه از آمدنت اگر خبر می داشتم در روی رهت گلی سمن می کاشتم گر می کاشتم گلی گلون می کاشتم خاکی قدمت بدیده بر می داشتم خاکی قدمت بدیده بر می داشتم ای بیا رویم سیری تگا پایتر سیر کنیم در وطنم جلوه چیدنی گل ها رویم بروی هر خار و خس دیدنی یاران هوسی گلی بادامه دیدنی یاران هوسی گلی بادامه دوستان عزیز هرچند که صحبت این پیران برنادل شیرین است ولی وقت و زمان برای ما فرصت نمیدهد که صحبت بیشتر داشته باشه بهتر از رازهای دلشان گفته باشه و در هوای ترانه‌های دلنشین از ابراهیم کابلی ما به برنامه گنجور سوی انجام میبخشیم. روزگارتان پر از شادی باد و همیشه سرود و موسیقی طنین انداز در خاندانتان. خیر.